یو واتساپ وان تاپ گنگ چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو از چنل من هستم. خوش اومدید به ویدیو جدید از سبک ریاکت تو چنل من. خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حال دلتون، حال خودتون، هر جایی که هستید عالی 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 باشه، در پرتغالی ترین حالت ممکنش باشه و به سر ببره. امروز با این ویدیو جدید که اومدیم وضعیت خنده دارترین چند تاست، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا از خنده دارترین که نه ولی خب اکسپلور هم شده پر میم. 9 تاش سوا کردم آوردم اینجا. بریم که آقا اوضاع از چه قراره و از چه وضعیته. هدست رو بسش بکویم. خب قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما یادتون باشه که بذارید یه لحظه من اینو اوکیش کنم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما یادتون باشه چنل سابسکرایب کرده باشین، زنگوله‌اش زده باشین، یه انگشت اینجا یه انگشت زیباتو بفشارید رو دکمه سابسکرایب، تمام میشه میره کار، تمام میشه میره. خیلی یه سابسکرایب براتون نهایتش 10 الی 30 ثانیه زمان ببره، ولی برای من اندازه 10 الی 30 روز خوشی داره. 30 روز، 30 سال، 30 هفته، 30 ماه خوشی داره، دل خوشی داره. بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. بریم با اولین میممون. ویدیو لایک کنید، کامنت هم بذارید. چی میخوام دیگه من از زندگی؟ وقتی شما لایک کنی، سابسکرایب کنی، کامنت هم بذارید. ببخشید ما اینجوری چیزه دیگه نزدیکای مهر و میخوام کوتاش کنم و اینا دیگه. بپذیرید. نه شاید قیافم بد شد. اینو بپذیرید از من دیگه. شکر ای بابا، اینو بپذیرید از من. خب شروع کنیم. وقتی داخل مهمونی بعد اینکه غذا خوردی بلند میگی دست همگی درد نکنه، ولی هیچ کی ارنش هم حسابت نمیکنه. ببین این خودش یه مسئله است. خود این که جرأت اینو داشته باشی یا مثلا خجالت نکشی، این که تو مهمونی پاشی بلند بگی دست همگی درد نکنه، خودش یه مسئله دیگه است. من تو مهمانی غذا میخورم، مطمئنم همه این مشکل داشتم. من تو مهمانی غذا میخورم شده صبر کردم تا غذای همه تمام بشه تا بعد بکشم کنار که مثلا دیگه دست شما درد نکنه. الهی شکرشو نگم، الهی شکرشو اوکیه. خب مسئله من با این است رود نمیشه تو اون همه آدم بگی دستتون درد نکنه و اینا مسئله، ولی همین که پا شدی گفتی خودش کلیه، خودش یه مسئله مثبتیه، یه پاهن مثبتیه. ولی اینکه پاشی بگی هیچ کم اندش حسابت نکنه مسئله بدتریه. من فکر می‌کردم فقط من با این مسئله مشکل دارم که قطعا هر ایرانی با این مسئله مشکل داره. بابام خونه تنها حتما داره درساشو میخونه، من گربه که تو حیاط پیداش کردم. ما که فرش و خونه ایرانیه واقعا، آورده خونه یارو گربه رو. اوکی این که گربه رو بر سیس گربه زدش هم زمین. نه ولی درس بخواید نزدیکی های مهره نمیخوام کنم، ولی خب بخوانید حالا خوبه. گربه رو آورده خانه داره باش چیزی چرا عجیبه مثلا گربه رو آورده خانه. خب گربه آورده خانه، خب آورده خانه، خب چیز عجیبی نیست، یه چیز عجیبی نیست، هیچ چیز عجیبی نیست. گربه رو آورده خانه داره باش زوماش میره. بعد اینکه گربه قدرتمندم بود. به سراغ ویدیو بعدی. وقتی میرم تیمارستان میرم حرفاش کاملا با منطق من سازگار. نگو که دیوانه نیستی. توی وضعیت زندگی تو ایران تو دیوانه نشی صلوات. برقا که تو شهر ما اوکی شده دیگه، نمیدونم شهر شما اوکی شده یا نه. کرمانشاه که برقا اوکیه ولی نمیدونم اونجا حالا نمیدونم شهر شما برقا اوکی شده ولی برقا اوکیه. ولی خب گرمام که نزدیک شهریور داریم مدرسه. الان شما باید مدرسه از همه بدتر مدرسه است. شما باید شرایط مدرسه تحمل کنی 9 ماه. قیافه سگه.
چون هر تیمارستانی بری معروفترین بیمارستان روانی کرمانشاه فارابیه. چون فارابی بری هر حرفی بزنی با منطق سازگاره، چون دیوانه شدی دیگه. وقتی با تو مسیر مدرسه داره سر داد میزنه که چقدر بی‌مسئولیتی و منتظری حرفش تموم بشه تا بگی کیفتو توی خونه جاکس. خدا رو شکر هیچ وقت کیفمو جا نذاشتم، چون با وضعیتی که پدرای ایرانی دارن، وضعیت اعصاب روانی که پدرای ایرانی دارن، خدا رو شکر بنده هیچ وقت کیفمو جا نذاشتم، چون میشناختم با اون کیفمو جا میذاشتم خودمو جا میذاشت. ولی این که داره سر داد میزنه و میگه تو چقدر بی‌مسئولیتی و اینا، بعد تو میخوای وایسی بگی که آقا نمیدونم چه میدونم کیف تو جا گذاشتی خودشت. ببین الان جای کیف تو رو جا میذاره تو خیابان. ببین یه بار دیگه ببینیم. چشماتو بکن و ببین که بابا اومده، بابا با یک عروسک. از این میمای تاموجری وقتی اینقدر خوب لانچ کردی که دست موتور به احترامت ماشین رو ترک میکنه، موتور افتاده زمین. خدا بیامرز موتور زندگی خوبی داشت زندگیشو میکرد، با یه لانچ داداش آوردش پایین. چیزی نیست با چیزی نیست. موتور ماشین ترک کرده. وقتی مادرت با چوب بستنی و با بستنی و دست جوهری میخونه میگه با داداشم داداش ارس بیرس. تقریبا تو خدا رو شکر تو خانواده ما چه اتفاقی نیفتادن. پدر بزرگم هست خدا رو شکر. و اینکه تقریبا تو 87% خانه‌های ایرانی این اتفاق افتاده. اصلا خصلت دایی‌های ایرانی اینه. یه دونه دایی دارم اونو خدا رو شکر اوکی. This is the end. واقعا this is the end. تموم شد داداش. به امید ارث نشسته بودی تموم بش شد. نگاه بابام وقتی صبح استارت میزنه ماشین استارت نمیخوره. 4 سال پیش ماشین داد دستم برم نون بگیرم. راست می. یعنی شما از کنار ماشین بابا ایرانی هم رد بشی تا سالیان آینده گارانتی کردی که تا سالیان، تا قرنهای آینده، تا صدهای آینده، تا هزارهای آینده تو گارانتی کردی که هر اتفاقی تو ماشین بیفته مقصرش تویی. از کنار ماشین رد شدی نشستی تو ماشین مثلا واشر سرسیلن سوزانده، مشکلش تویی که از کنار ماشین رد شدی. 405 بازا میدونم چی میگم. شما از کنار 405 هم رد بشی واشر سرسیلن میسوزانه. وقتی واکنش من ساعت 7 صبح تو راه دستشویی، وقتی مامانم گفته امروز چه زود بیدار شدی، هنوز نخوابیدم. یوز یالدار شده نخوابم صبح، ولی نه دیگه مثلا تا 7 صبح. چرا شده مثلا یه شب نشستم اولای چنل کومان بود، یه شب نشستم تا خود 5 صبح. البته حالا من به هم میخوردیم میتونستم بخوابم، اما خوابیدم من بیدار بودم. خونه مادرم بزرگم میاد کسی هم نبود گیر بده بهم. نشستم بخوام تا خود ساعت 5 صبح کومان نگاه کردم. تا خود ساعت 5 صبح کومان. بعد مام بزرگم پا شد برای نماز. چی شد؟
چرا نخوابیدی؟ والا حالم هم خورد نخوابیدم و اینا. رفتم برخوام تو تراس در طلوع آفتاب نشستم، باز دوباره کوبان نگاه کردم. ولی خب شده مثلا تا ساعت 7 صبحم بیدار بمانم به خاطر نظری که داشتیم. حلیم خب شب میذارن صبح آماده میشه پخش میکنن دیگه. آره به خاطر اونا شده. آره یه سیبیلام تازه در اومده 14 سالمه هنوز تازه سیبیل داره برو. بریم کاری میکنیم تا 18 سالگی برسیم 100,000 تا ساب. خدا وکیلی ساب کنین، خدایی ساب کنین. من 8 سالگی آرزو شروع یوتیوب رو داشتم، الان که شروع کردم هی حمایت مشتی تو هم بزن. سیبیل رو نگاه مورو انگار مرغ رفته وسطش ریده. مرغ وسط موام ریده. من میخوام قلب تو بدازم دختر. وای تو چقدر رومانتیکی. من که قاشقچی انسانم. خدا خنده نداره میما دارک بعضیاش. نه حالا دارک نیست، مثلا گیفایی که زیرشه خنده داره. خب اصلا میما به گیفای زیرش خدا بیا برز دختر انسان خوبی بود. داداشم قلبشو زد برد دوست. این مورد از این ویدیو امیدوارم که از این ویدیو خوش اومده باشه. لایک کامنت ساب یادتون نره. ببینم تو 4 سال آینده که میخوایم فعالیت کنیم برسیم 18 سالگی بریم تهران زندگی کنیم که کرماشم خوب اون موقع ویدیوی خفن تر داشته باشه. ببینم منو میرسونی 100,000 تا ساب یا نه. برو بریم شروع کنیم. آقا از الان شروع کنین. مشتی مرامی یه ساب بزن. یه سابسکرایب یه 10 ثانیه است دیگه. مشتی مرامی یه سابسکرایب بزن. این بود از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت ساب یادتون نره. و امیدوارم که هر جای کسی در عالی و پرتغالی ترین حالت ممکن خودتون باشید. تا یه ویدیو دیگه بدرود.